حال داری الله برکتون تیا قرار داریم با در همین تیراتور لوبلینا جامعه مواجهان 88 انشاءالله. این شخصی که در گلاونی صورت دیده گلاونی افیر این با نام محمد علی خیلی رجب علیویچ محمد علی این ابله این بدبخت نمیدون در کدام چی رشته از همونجا تمام شخصا شانتاژ و مانتاژ کرده سیمیش را دشمن میکنن علال خصوصا قصه خود کرده ولی من نواری شروعش میکنم این بدبخته اگر صاحبش باشن اینا من اولی سیمیش نمیرسم زیادی گپ زیتی نمیزم صاحبش باشن سیبز برای خواهش میکنم پکک کار از کار نگذشته صاحبش باشن همین ابله محمد علی را سیبز برای انشاءالله من در تلگرام هم صورت چپردم در اینستاگرام هم صورت چموندم فقط خواهش کنم اول صاحبش که چی جنایت صادر کرده من فقط خواهش دارم صاحبش سویت برای که نگن که نگفته بابا جان این من اولی یگان دلیل فکت روی اکران نبروردم همین محمد علی که در گلاونی اکران دیدش در اولی اپیر یا که بعدا در تلگرام بابا جان 88 میبینیش این جنایت کلان صادر کرده است نام ملت پس زده است نام مسلمان پس زده است نام محمد پس زده است همچنین اگروز سوری دمیده کرده بعد میگن که بچه ها را دیپارتات میکنن بعد میگن که بچه ها را سیزو میبرن از روی یک حیوان از روی یک ابله از روی یک احمق چقدر مردمی تاجیک در عذابند برادر در نیویورک پرش در تلگرام بابا جان 88 بزنید 2400 یا 500 پادپیچ دارم اونجا پرفتگیشم در نیوش پرفتگیم یعنی که کسی که بشناسه جورا و یا رفیقش چیکار کنه زنگ بزنید الله برکتون تیا الله ما را برای خدمت کردیم خیلی صحبت کرده شدیم تا دیده شده التماس در روی اکران تلفن دو بار بزنید لایک میشوه تا مردم بسیار داره برادرها خدمت حج رفتنی همین ماه 26 تا 28 ماه پیش از رمضان 15 روز اول 15 روز آخر یک ماه همراه بابا جان 88 خدمت اگر حج رفتنی باشه ان الله برادرها در همین چی شرکت مینت نمیکنم من کوراه بلد نیستم اما از خدم آپتی خدم از رفت اومدی خدم انشالله بسیار جایهایی است که انشالله شما رو تماشا می‌داریم از زیارت خانه خدا تا جاهای مقدس تا جاهای تاریخی انشالله خدمت اگر همراه من رفتنی حج عمره میتونی زنگ بزنی برادران حج عمره 15 روز اولی رمضان یعنی برای چی در رمضان $150 $250 $350 قیمت میشه به خاطر که گاسنیتسوها قیمت میشوند نرخ نو مردم که بسیار طلبات بسیار قیمت میشوند خودی تمام 15 روز اولی رمضان بخراکه $1350 15 روز اخیری رمضان $1550 یک ماه پرش $1850 یعنی گاسنیتسو شرایطو تنس در هیچ سوم چی میداره ویزا شرایط تماشا همش بجوز خراکه خیر که روزاداری در اوج دیگه خروک هم در کار نشه بگه صدقه ریختگی اختون میدونه بلیت چه نمیدونم برادرو همین شرکتی اوروسی قطعی مثال گپ 1130 چند 135 هر نخ ده برادرو از یا زمان اپیر من میچسبه دور نره با برادر عزیز این همچنین با هم خطیر برادرها خدمت رفتنی این بچه‌ک با قبل خودش از ناحیه رشت ایغرم همین محمد علی کی چونی غم داده ساده مردم اینومی بچهای کوچه و قور بالا گپ زده کی یعنی که این باید با جوابگاری کشیده شود هم قانونی هم کوچگی هم اسلامی هم همه طرفه خلاصه ده بچهای عزیز خدمت حج ره که همراه من این من افیسال نفرستم برادر تیاریتون ببینه شرکت زمزم 915 442 1673 زنگ بزنید خوب برادر زنگ بزنید همراه ما حج عمره حج فرضی هم میگیرن اما نمیدونم نرخ نوش $4800 چخیلی یعنی ای روسیه هم میبرن ای تاجیکستان حج فرضی نمیبرن یعنی کار ندارم با فقط از روسیه میبرن
حج عمره از تاجیکستان هم میبرن، از روسیه هم میبرن دوستان. الله برکت دید. روسیه 135 145 هم خیلی بازی میکنه، وابسته به دلار بچو، وابسته به دلار، به دلار. بلنگاری هر روز همین افیر که است، دم افیر ایمن در شما میبینیش همین دینا قطیم بدم جای دوستی ما که چیکار کرده این ابله، این جاهلی احمق به حد کورو بیزیب کرده که رو برو میخوام اول صاحباش برویند. اینا من حالا در تلگرام کرد گفتم، در اینستاگرام گفتم بچه‌ها بگه سیوی از برویا برادرها صاحباش بیان سیوی از بروینده تا دلیل فکت نشون دادن که همو غجدیاش تازه کنه، تازه نکنه این پس پنجره میره، یعنی که من یا پس پنجره نمیبرم، یعنی میبرنش. با اون خاطر بچه‌ها التماس همین روسیه اومده، خواهش میکنم احتیاط باشه بچه‌هایش، حرکت کنه که فکری پدر مادرتون، فکری اهل بیتون کنه، ناشگیری هم کورچهای دستون، ناشگیری هم کورچزنیتون، ناشگیری همون چی میگن کاتگاری و قور بلاتون بخدا میکپد ملیسا دراز میلرزی. التماس نکنه بچه‌ها، التماس برادر عزیز، التماس خدمت حج رفتنی قتیم برادر اسلامی، خاتمه رفتنی حج عمره میتونیم همجا فرضش هم بیستیم و عمرهش هم بیستیم برادرو. اونجا هم خیلی بازی میکنه ده، وابسته شما کی میری، 15 روز اول میری 15 روز اخیر میری. ای بچو یک کس بگی موی سری موچ خیلی یک از گام نمیزنه، نشوشته موشی سری موی سر جمع گبی نبده هیچ وقت زورای بچو. خدمت شا التماس بچه ها خواهش میکنم خدمت کی چی است، شرایط نداره التماس نره، التماس خدمت شرایط نداره، قرض قوالا نکنه نره. خوب من خبر دادم و هم خاطر برادرها متاسفانه هستن جاهلا و ابله هایی که از روی یا خیلی بچه ها استرادت میکنن. انشالله کو جواب میگم به هر یک کلمه و هر یک سخن شو، فقط صبر کردن در کن. موی سر تنجی بکنم. سلامت باشه برادر، سلامت باشه اکمم مرد بهترین. سلام السلام علیکم بابا جان. این در طرف پادالسکای کی در طرف پادالسکای همین بچه را کدمی بشناسه التماس من در تلگرام سیلکای افیر پرتافتگی بدروی صحبت کنین کدمی بشناسه میگه از طرف های نایه راش بده همین کسی بشناسه بعد که درکشم بیایم التماس برام بندی زنگ ما ویا میشناسم بهترین دوستم چی که نگنه در افیر بدو خای قچق چق کنیم چوکر دست اگر بشناسیش تمام بهترین بدونم ما با اون خاطر سیرکه پرتافتم. یا ابله بسیار گناهی باز میکره، الله فدیایش کنه. اگه در افیر گفتن نمیشه با هم بچه تاجیک میخودمون نه نمرده زنده های میمرد که نومی تاجیک پس نمیگذد، الله هدایتش کنه. بچه ها در روی اکران همین ده بار بزن تیموس لایک شوه. السلام علیکم بلیت فروش وعلیکم برحمش السلام و علیکم چیلستان السلام بخش شکل گریب مونه اولی اما عرفای توست تایشه اوضو به زیر بنده خیلی ما فکر که میفهمم خیرت خیرت چیال داری؟ هیچ نه صدری تنجی سیریاز چسبیدگی دوستم صوت چی؟ همین بچه اوه ما زنگ داده ایسان تو بوشید اوجی نکی برای همه میشنوس میشکو کت بو شکو کت زکی بابا جان آواز میشنوس چسبیده است دوستم. سیریازت بیزه ببرد، سیریازت سیویت بیزه بچه همین سوز ای پورو دی اوستا اوستم خرفته است.
آواز من خوشلو میشنوی؟ یکی میچسبه که سوز آنی خیلی خوب نیستن اینا مردم باش چه خط. خیلی ورود دامن ایک خوبش دیگه داین سوز داین ایسا ای که گو خوبش بمرا. چوکا دیسترایی؟ هیچ باور که همین گریپور امار ای که بچه را تری ایجو وی میشناسی؟ ایرا خشلو میشناسم هم مای جوشا تکشتو زنگ الله زاولید برکتت یا. الله برکتت یا تمام. خداوند خیرت یا. بیا اخیری مهرم جامش منی. مال انشالله میرم انشالله در مورد تلگرام الو. دیدم یا زنگ زدم وج نکید با گفتم یا برو بگو زنگ زنم دستگیر چی بودم. گفت بچه های عزیز اخیر این همین ماه بابا جان 88 حج میره و انشالله خدمت همراه ما رفتنی بر چو تیوریتون ببینید بریم یا جا همراه ما در شرکت زمزم همراه بابا جان انشالله عبادت جاهای تاریخی و جاهای مقدس انشالله بچه های عزیز بچه های جون کی حج میره و حج عمره بسم الله لبیک اللهم لبیک ای سر بدرو دوستم کویا بر لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك كيف حاج بچو خدمت میروه کی همجا نمر حاج بنویس التماس بچو همه شرکت زمزم خدمت همراه ما انشالله میروه تیارشون بینه میریم حج عمره حج فرضی حج یموها در رمضان انشالله برادر عزیز الله برکتون سیا الله خیرتون سیا سر بلند باشه فقط الله برکت خدمه حج فرضی میروه حج عمره میروه بچه عزیز اخیری ماه همراه بابا جان اگر بخواهی که 15 روزی اولی رمضان همونجا باشه 15 روزی اولی رمضان دوستان عزیز 1350 دلار اگر 15 روزی اخیری رمضان بخواهی 1550 میخیلی و 600 میخیل است اگر یک ماهای پرشه بخواهی 1850 دلار خیلی با سکیتکت منه یک گوسم یک ماهای پرش حجی که در رمضان میشود ثوابش برابر حج فرضه اما یک نو داره التماس خواهش میکنم برادر عزیز قرض قوله گاوهاتون زمیناتون بر قصد همسایه تو انا فلانی را باید مادری من بروه فلانی را باید ایش خیر شوه همین خیلی به خاطر خدا نکنه که این در اسلام درست نیست اگر ببینی شرایط خواهر اپا و عمت یاد و ازمینن همون سومه که حج میره التماس همسایتا هم خیش تورتا اینا را تامین کن خواجگیت گوشت و پوست نداره اول فرزندوتا التماس دپورتاسیا باشی میشوه رفته از این طرف میبروی ایوس اومدن نمیتونی دپورتاسیا کسی هست برادرها ایو طرف اومدن نمیتونه دپورتاسیا ویدوارینی ویزا چی میگن پاسپورت محکمه ایوس اومدن نمیتونه ما زرانی بگم تو علیکم سلام احمد الله سوز تنجی چوکادیم موی سر گاب نیست موی سر برما دیگه بابا جانی کراساپ چی بابا جانی پریچوس کا دوستان الحمدلله الله برکتون تیا برادرو خواهش میکنم خدمت حج میره حج فرضی حج عمره من از شما اول خواهش میکنم که اول قرض قولتون بتی خانه‌تون ارد و آوتون و سمیتون جمع گیر کنی فرزنداتون لباس کنی اگر خدمت همسایه ها امکا و تقایات که ماندگی هست که تو همون 200,000 300,000 در اونجا از خود منی اما در اینجا همسایت گشنای در اینجا امکت گشنای اکات گشنای خواهرت گشنای التماس من خواهش میکنم همون سوما خیش توار تا تقسیم کن انشاءالله اولش پروردگار آخرش پروردگار ثواب همه در یافت میکنی اما التماس خواهش میکنم که خدمت کی شرایط داره همه تیاری بینه در شرکت زمزم همراه خودم انشاءالله میریم تماشاها میکنیم
جاهای تاریخی جاهای مقدس انشالله زیارت ها میکنیم همش انشالله با همراه خودم با میایی با هم خاطر برادر حج فرضی و حج عمره از تاجیکستان ای مسکو مترو ای ایروپورت دامادت برادر با تاجیکستان کار نداریم برادر حج فرضی و عمره همجا مدریاتور یگانتش هستن همجا رقم را بنویسن من باز خواهش میکنم التماس میکنم مردمی مسلمان و مردمی سربلند تاجیکستانم کدمید که شرایطی رفتن داری همه او خانه خدا جای مقدس است خانه خدا جای بهترین است البته خوب است اما که همسایه باز میگم التماس میکنم که چیکار کنه قرضاتون بده من خودم لیچنا قرضی دارم من خودم اینا قریب 30-40 بار شد الحمدلله میرم میام من خودم نرفتم من даже یک بار خودم ای کیسه خودم ندادم خواهد شاید که کویت $100 $50 همونجا ای خودم خورده باشم یا گونش خریده باشم من شرکت زمزم برای توصیه دادم به زبان تاجیکی با عروسی باشه برای رکلام کی شرکت اینا شرکت خوب است اینا گاسنیسوش اینا همه خودشون منو میبرن میارم من از خودم نمیرم نه بیابون اگه شما خودت قرضی داری با چوا خودت رفته اومده سودی فهمیدی پاسپورت تاجیکی زاگران هم باشه میشوه زاگران ازبکستان زاگران ترکمنستان کدام زاگران باشه زاگران شهروند گیجای هستی فقط زاگران داشته باشی رفته میتونی خوب فهمیده برادر عزیز با هم خودت خواهش میکنم که چیکار کنی کدمیت که شرایط داره همه رو روی خوب من گپی پست بلند هیچ گاه نزدم این نمیزنم با هیچ کا کاری ندارم کدمیت گپ داری بدرو در افیر صحبت کنیم گپ نداری بیا افیر صحبت کنیم مویچه سرچسپونی شهر یکترینبورگ باید همین نزدیکی و قطعی بشه و الله برکتون تیا رحمت برای باوریتون کدمه که موی سرچسپون همراه من یا بعدی من رزولتات شد دیده سوده رحمت گوته سودم خوب کدمت که گپی بعد نویسه سوده من شما را ندیده سودم از پیش رمضان است الله من و شما را دیده سوده در کتیفای چپ و راست و ملائکه‌اش تگی نویسه سودیان از خدا نمیترسه شما قیامت نداره برادرو الله لعنت کنه که اون فریبگار و پلی مسجد خیر و دیگر گشت و الله لعنت کنه تمچیا نه که انشالله من پیش چی حج رفتن یک ویدیو خوب میکنم همه را میبخشم و شما را ما را ببخشه برای که در رمضان هم دیگر بخشه این یک از خصلت های بهترین مسلمانه نه برای پیش همون چسبونی همه گیجوی کل شیدگی چسبونی میشوه بله سنگ زبانی سلام علیکم شیخ علیکم سلام روز پروردگار نگهبان تو باشه برادرها خواهش میکنم کدمت شرایط داره کدمت امکانیت داره همایتون چیکار کنه حج روی کدمت شرایط داره کدمت التماس همایتون حج روی باز هم خواهش میکنم قاری سیف الدین نمره‌اش هم میدونی اکا سلام علیکم قاری سیف الدین نمره‌اش هم میدونی قاری بوزبالا را جین خانه ام زنگ زنم ماشین با اوجن دا بیرون نگاه داره بیا بره میگه حاضر دم که جای حجامم شتگیه من در پیشم جب گویا بزرگ بود اگر رفتستم شما بگو نگاه داره پشونه بروی اگر نبگو علیکم السلام و رحمت الله و برکاته الحمدلله خوب است تنجی الله برکتون تیا دوستان بچه‌ها همه اکران هم تا نگاه کرسی تلفن تکو دام روی تلفن بعد دست دو بار بزنی لایک میشه مایده بسیار شما بچه‌ها چاق چاق کنیم فرضی $4800 فرضی ای مسکو $4800 یعنی که با شرط های خچه داره امکانیت های خچه داره یعنی که با اینجا محرم و نامحرم داره کدمی که شوهر نداره خواهرو را در نظر دارم چیکار کنه فریدون نمره همون کیا بنویس زمزم 915 442 1673 خوب در این تلگرام بدرو هسته و هم خاطر دوستان عزیز خواهش میکنم چیکار کنه شرط شرایط همو راه بلدا شرکت زمزم میگه که با محرم چخیل ممکنه با محرم ممکن است یعنی کی قرضی داره کی چی است همش میفهمون تو خواهش میکنم حج شخصای قرضی دار هسته من ویدیو را در کانال یوتیوب کانال موندگیم حاجی میرزا در مسئله آدم قرضی دار باید حج بره و کدام آدمای قرضی دار اجازه بره و کدام نو قرضی داروش یعنی که مثال گپ یا مومنت شب بگم که من میگم ادبگاه محبت ناز شوخی بر نمیداره من فتوا نمیتیمو نگاه کنه همجا حاجی میرزا را گوش کردم میگه که شخص قرضی داره ای بازار لوبلینو 5 میلیون ارسی اما در مغازینش داره 20 میلیون بار یعنی وای یک قرضدار حساب نمیشه و میتونه بره یعنی شرطای خچه داره 915
440 915 442 16 73 شرکت زمزم عمره همراه باباجان 88 میریم انشالله. موی سر من 140 سوم شد برادران که سوم نگرفتن به پله با کدوم خاطی برای من رکلامش میکنم. خداوند خیرتون تیا. خدمت شرکت زمزم میگه حج عمره، شرکت نو تاکسی میگه چی میگن گرانیت پرسکت میکنن، موی سر چسبونی همش در یوتیوب پارتوفتگیم. پلی مسجد کی میتی کدام پلی مسجد الله هدایت کنه. امیا شروع بنویس پلوس 7 قطی بنویس عقبش حج عمره بنویس. سوده فریدون 91 یکی از بلاگرای بهترین بلاگران برحم شکی اتویت چپک داره، ولی کارمز قارس میکنن با این اتویت چپک بلاگرو. بعد وقت میگه چون من کارسیمی کارو کردن در کار نیست. پلوس 7 915 442 16 73 انشالله همراه ما حج عمره حج فرضی میکنیم. میای بچه‌ها خدمت شرایط داره، التماس خانه و در گاو مالتون است که حق فرزانتونه که شیر خورده سوده بزغاله که گوش میتی به خونتون التماس همون شخصان نکنه، قرض نکنه، نروی انا فلانی همسایم رفت، انا اماکیم رفت، هیورم رفت، انا اپایم رفت، شما ناموس داری من روی نمیکنه، بچه‌ها را مجبور نکنه، قرضدار نکنه. التماس بچه‌ها را قرضدار نکنه، بچه‌هاتون که من مجبور من حج روی کنه. الله مشکلی تو آسان کنه، الله همه تا حاجی کنه و التماس مجبور نکنه، قرضدار نکنه. خوب زاگرام پاسپورت میشوه، زاگرام پاسپورت کدمه داره میشوه، اما شخصی که ویدوارین دیپارتاسیون او شخصا شما رفتن نمیتونه درستش میتونه ایس برماده ایس گارانتی نیست که شما را میکشوه نمیکشوه. بعد شرکت زمزم هیچگاه گارانتی نمیده که خود تو پاتین داری نداری ایس 300% هم میکنن. اما توری 3.5 سال شده همین شرکت کار کرده شده. در طول 3.5 سال یک نفر ایروپورت ادامه گردوندن تاجیکستان را کردن به خاطر آنه که 5-6 تا پیچه فرشی داشت. اما از سالنش 8 ساعت 10 ساعت 5 ساعت 3 ساعت 2 ساعت من کردن. چیکار کردن؟ با سر شدن در اومدن. الحمدلله همین گرانیت رفتن خیلی در همین گرانیت قزاقستان ما شموندگیم 915 442 16 رحمت خواهر مریم این اینجا نوشته. الله برکت اونتیا. خب این همین بچه‌ها شرکت زمزم التماس اینا اسکرین شات کنه دتا اینا اپای مریم نوشته. مریم چی نوشته که خلاصاکی نه همین نوشتش التماس زنگ بزنه خاطر صحبت کنه بگه اینو بابا جان خاطر صحبت کنه. خوب برادر خدمت حج راه تیوریتون ببین ان شاء الله. باز میگم خدمت حج راه تیوریتون ببین ان شاء الله میریم. حج عمره حج فرضی این همین رقمای پایین بچه‌ها. اخیری چی میگن؟ اخیری ما من درسته فهم خدمت صحبت کردن یگان گپ داره برادرها چیکار کنی با روبل برادرها با $100 مثال میگم هاز دلار 98 تا 96 همون $1000 مثال میگم 96000 $1200 گفتیم $1300 همون روز خدمت همون روز سوم سپاری برای حج همون روز دلار میبینه به همون قبولش میکنیم. یا دلار بیاره خوبتره که سامنے نه شک شوپای دل تو دور میره نمیگه که انا من فانکار نوکار با اون خاطر همین بازار لوبلینو میره ای او پاراش ای طرفی هفتم بی خدای جای دلار فروشی دارن دلار میخره برادر. میگن غوغای سگان کم نکنه رزق گدارا. الله کنه که نمی خیتیران پروردگار حج برانو بای با دولت شو کنه میلیونر شو کنه که دیگر وقت نه یابن که بابا جان غیبت کنه نه دشنام کنه. الله همه تا چیکار کنه میلیونر کنه پروردگار همه تا حاجی کنه و هدایت کنه. از من سرکرگی تو شما حج عمره رقمو در پایون بچه‌ها این پایون نوشتگی پای مریم نوشتگی شونه 915 442 16 73 اخیری ما همراه بابا جان ان شاء الله میریم. کسی تیاره البته در ماه مارس با داریم بسیار الحمدلله یعنی که رئیس ها خیلی بسیارن خدمت تیاره بچه‌ها تیاریتون ببینید ان شاء الله خانه خدا رویم. با چی تو بگو مخینه الله برکتون تیم. الحمدلله این دنیا همچنین ساخته شده وای هر کس معقول نمیشه برادرو. من داش همه معقول نمیشم. شما دامانی نه فریدون دامان من دا فریدون
چی قوی مکردی سیاتری چپا سارا بینم گوشتی سارا چرا بینم جرأتشون سارا بینم سارا سارا نشون بینم نمیتون سارا نشون نمیتون سارا مردی سارا بینم سارا خود شرمنده کدگی خواب که چرا بوی نته نه نه تو بینم ریختن اوزه او مهر سارا ریختن اوجه ریختیستن اینا چا فهمیده ریختنس اناکی یک 10 روز میریزه فهمیدی 10 روز میریزه تیور میشوه بعد هم یک 5 6 روز دیگه میسته با برمدن سر میشه دیگه اس پیدا میاد میبینیم تری بابولون زیدی آبا تای بابا جون بیرحمش بابولون بیرام دیگه میگوی الله برکت ده چوکا دی قد دک کی جوی ما تی چپا کدمه قد کی تی چپا کدم را خدا اوجه شرمنده کیست معروف اتوید معرف ویزم بیتی شهرت ویز ویزم بیتی فشمتو بابا کاندا ویزم بیتی داینامه افری ترا ویز فشمتو مربچه اتویت یا و قتی قامون دیوونو بیاقلو شپیده سر و گرانگه همه امرو هم گیرت زوزده کده خودش فریده بو میگه کی عمر اقورا دکنه همه زوزده شوکت به اقوراتش میکنه اور یا ویدیو دیگه شاید اگه بگه بو یا ویدیو دیگهش میکنه سلامت باشه الکساندر ایوانوویچ پیسیم پینس یک کسلی را کارو خوبه نه الحمدلله دوستم اکای بابا همه جون خوب شکر پروردگار حج نمیره بریم حج عمره آخری ماه حج عمره نمیره بریم میگم سیوی از من بیزه بچه نفهمیدم میگم حج عمره نمیره بریم ان شاء الله خدا من روزی باشه میرم چی بانه کام تا کار بردم دیگه پتاک برام همین موی سر بچسبونم بیام انشالله ده حق همه دوگوس مردمی سربلند تاجیکستانم همه تا به خدا دوست میدارم خیترور هم دوست میدارم اینا به شخصای حقارت من دوست میدارم برای کی چی گفتن یا مسلمانان یک روز به حقارتاش پشیمون میشن با تهمتاش پشیمون میشن انشالله کسی بیای پلاچه من بگیره بعد میدونه که من اخنا تعریف نکنم بیای پیش صحبت کنیم برادرو هیچ کتا هیچ نمیگم به خدا کاری ندارم فقط همون بچه همین کار دارم دائم که همین کس پیش بابا جو میروه کس پیش بابا جو میره مترو لوبلینو کو اول همین ایدر میدره السلام علیکم میگه یا طبق شوربا میاره در پیش میمونه بله برادرو الله همه محاجی کنه الله همه وطن ما آباد کنه الله کنه که خونه‌هامون تنگ باشن میلیونر میکنه که وقت به غیبت نیاییم بهادر عبدالرحمنов نه نگو هرچی برادر با خدا من زینو نمیکنم این تو از سری من دور است از خدا بترس از خدا بترس روز قیامت به تهمتت به خدا جواب گفتن نمیتونی به خدا به گپاتو جواب گفتن نمیتونی روز قیامت برادر ای تاجیکستان چانس ما امرا اکای کی بابا جو برادر خیره مسلم کلیاب چی نه خیره پولین نمره کی بنویس ها اخیری ماه انشالله اخیری ماه میگن نشاط ایوب چی گفتنی ایوب شری نرای اسم شریف شری نرای با کیه همین دو با شری نرای ای سیوی از این برادر بزیب است خدا اگه جای تاجیکستان من از ناحیه رشت غرمی پیشکی اما تاجیک هیچ کره اگرزد نداریم هیچ کره اگرزد نمیکنیم ما مسلمانیم تاجیکیم پس زنی همدیگه را بس کنیم بتونیم دستگیری همدیگر کنیم الله برکتون تیا الله برکتون تیا رحمت برای دستگیری تو الله سربلند باشه همه تا دوست می‌دارم کدمت حج رفتنی همراه ما برادرو من به افیر خیر خوش میکنم برای یک کاری برادر سرش ندیدن در کار رقمو در پایین 915 442 1673 لیبا من بعد افیر در کامنتر نمره همین حج عمره رو می‌نویسین زنگ بزنید اخیر ما سفر داریم الله برکتون ته السلام علیکم و رحمت الله و برکات و رحمت برای دستگیریتون بچه‌ها حرکت کنید که چیکار کنید به سن خدا باز بگردین نکنی از روی من اسم شریف فایروی اسم شریف من ایروی لنگری اسم ایروی اسم لنگری را این خیری نکنی اگر از ما میشیم همدیگر بخشی میکنیم من که هیچ کس دیلگیری نمیکنم سختگیری شما گناه ها و حقارتاتون در نامه اعمال تو میمونه به خدا یگان تدم چلیکات روز قیامت دهنم مهر بستن با اون کامنتریات جواب گفتن نمیتونی هر یک قوم و ملت بر روز ساعت خودش در قیامت جواب میگه احتیاط باشه
خداوند ما را بخشه، ما را شما را بخشیدیم ان شاء الله. روزای نزدیک سفر به خانه خدا دعا گو باشه. السلام علیکم. با ای تاجیکستان برادرها، ای تاجیکستان از گیجایش کو